واسه اتصال دستگاه دایرکت اول این کلید رو اینجا میزنید، این کلید رو نگه میدارید، چند لحظه بعد صبر کنید. دستگاه خودش مشخصات شبکه وایرلسش رو براتون میفرسته. یه پرینت این تیپی براتون میاد که وای فای دایرکت ستاپ. اینجا هم SSID که اسم شبکه رو نوشته و هم پسوردش رو نوشته. بعد از اینکه این رو دیدید میان روی گوشی. من هم روی گوشی آیفون براتون تنظیم میکنم هم روی اندروید. میان توی شبکه وای فای، توی تنظیمات وای فای بعد شبکه رو بشناسه. این گزینه‌ای که دایرکت داره روی این میزنید و پسورد رو میزنید. پسورد از اینجا میخونیم ما 72 79 خط تیره 36 96 خط تیره 15 20. خب ببینید اینجا تیکش خورد و به این شبکه وای فای وصل شد. حالا یه فایل رو انتخاب میکنید. من میرم توی گالری یه دونه از این فایل رو انتخاب میکنم و گزینه شیر رو میزنید. این گزینه شیر اینجا که زدید صفحه میکشید بالا، گزینه پرینت و پرینتر رو که این بالا هست میزنید. پرینتر رو شناخته انتخابش میکنید. یه چند لحظه صبر میکنید تا تنظیمات رو خودش انجام میده. اینجا میتونید سایز A4 رو بذارید و گزینه پرینت. الان پرینت از روی دستگاه میادش. اینم پرینتش.